خسته شدم از اینکه باید تحمل کنم، از اینکه دیگه نمیتونم حسی به کسی داشته باشم، از اینکه سمت کسی دوست ندارم برم، از اینکه هیچ آدمی برام جذاب نیست. باید فقط دردشو کشیده باشین تا بفهمید چی دارم میگم. من واقعا دلم تنگ شده. به حدی این دلتنگی زده به مغز و سخنم، به حدی این دلتنگی داره دیوونم میکنه که دوست ندارم خونه برم، دوست ندارم یه جا تنها بمونم، چون فکر میکنم و